چنل ابوالفضل ساشا خوش اومدین. امروز اومدیم با آموزش ترکیب خوشمزه و بامزه هوگ ماینر. پس بدون مطلب بریم سراغ این ویدیو. همراه ساشا باشید. ترکیب شامل یه دونه آرچر، 2 تا و ابر واربرگر، 4 تا بالو برای تست بمب سیاه، 2 تا ویزارد، 5 تا هیلر، 2 تا بیبی دراگون، 12 تا ماینر، یه دونه یتی به همراه 15 تا هوگ. برای اسپلم 2 تا اسپل هیل، 2 تا ریز، 2 تا فریز، یه دونه اسپل سم. برای کلنکستر هم ماشین شعل انداز به همراه یه ریز. برای داخل کلنکستر هم میتونید سوپر هوگ ببرید که من به جاش تا سوپر هوگ بردم و 4 تا هوگ عادی. خب رفقا اینجا 2 تا سوال میاد، 2 تا سوال پیش میاد که ما با کوین واک چیو میخوایم بزنیم، با نیرو چیو میخوایم بزنیم. شما اگه تونستی با کوین واک تانهال یا ایگل رو از بین میبرید. اگه تونستی 100 با کوین واک اول تانهالو بزنید و با کینگ هم گوشه کنار رو خالی میکنیم و یه مسیر درست میکنیم تا هوگ ماینر ها مستقیم با هم دیگه داخل شن تا بتونیم هوگ ماینر رو با هم دیگه هیل کنیم و نهایت استفاده از مدون هیل رو ببریم. رفقا بریم توضیحات تو اتک ریپلای بهتون بگم و بعدش بریم با سراغ اتک لایف. و اول مپ که میشه اتک زدن این مپ هستش. همونطور که میبینید این مپ از نظر دفاعی مکس تاونهال 13 هستش. من اومدم از سمت ساعت 9 مپ اول از سمت ساعت 5 ماشینم انداختم تا این اینفرنو سینگر برام از بین ببره و از سمت ساعت 9 کوین واک رو شروع کردم تا بیاد دارم هم تانهال هم اینفرنو سینگر رو بزنه. من میخواستم دیوار سمت تانهال رو بگیره که متاسفانه اشتباه انداختم ولی نگرفت، ولی خوشبختانه کوینمون رفت و تانها برام از بین برد. همونطور که دیدید بالون استفاده میکنیم تا برامون تله های هوایی رو پیدا کنه تا هیلرمون زنده بمونه. همونطور میرید از سمت ساعت 9 کوین واک زدیم و سمت ساعت 3 تا 4 ماشین رو استفاده کردیم. همونطور که یه دونه بالون باید تست دیگه. همونطور که میبینید همونطور که دلو میخواست کوین اینفرنو برامون زد و داره میره سراغ تانهال و اسپل ریج استفاده میکنیم تا کوین رو زنده نگه داریم. هر جا شده تو اتک باید کوین رو زنده نگه داریم چون راز موفقیت ما تو اتک هوگ ماینر 50% کوین هستش. همونطور که میبینید کوین تانهال برامون از بین برد. اسپل ریز دی برای کوین اینجا دمنز روی کوین زیاد و ابیلیتی کوین رفت. همونطور که میبینید به راحتی ماشین از بین برد و یه مسیر المانند و صاف برای هوگ ماینر رو شروع کردیم و هوگ ماینر رو از سمت ساعت 7 تا 8 ریختم. قول فقط شما باید حتما یه مسیر المانند درست کنید تا هوگ ماینراتون حتما با هم دیگه برن و پخش و پلا نشن تا بتونید به راحتی از اسپل هیل نهایت استفاده رو همونطور که میبینید ببرید. و کینگ هم این لازم که گوشا ساختمان خالی کنید تا مسیرمون راحت درست بشه. شما تنها چیزی که شما تو اتک هیبرید یا همون هوگ ماینر خودمون توجه کنید کوین واک زدن و درست کردن مسیر درست برای نیروهامون هستش که به راحتی بتونیم از اسپل هیل استفاده کنیم و هر مپی رو 3 ستار بزنیم. همونطور که میبینید همچین مپ 13 رو ترکوندیم و زیادی نیروهامون زنده است، ماینرامون زنده است، هوگمون زنده است، کینگمون زنده است. و حتما شما باید وقتی دقیقه 1:40 یا 1:50 ثانیه حتما هوگ ماینرتون بریزید تا تایم فیل نشه. خب رفقا بریم سراغ اتک لایف. میخوام بشه اتک بزنم. این مپ هستش. همونطور که میبینید این مپ کاملا مکس تاونهال 13 هستش. من میخوام کوین رو مستقیم از سمت ساعت 9 بندازم تا بر تانهال رو بزنه و دیوارشکن استفاده نمی کنم تا کوینمون داخل نشه. خب رفقا اینجا میبینید هر سمتش خمپار انداز داره و نمیشه از ماشین شورانداز به خوبی استفاده کرد. پس ماشین شورانداز همراه کوین میندازیم تا بتونه با کوین به راحتی منطقه که ما میخوام از بین ببره. با یه دونه یتیمون که برای تان کردن ماشین آورده بودیم و یادم رفت بهتون بگم ارتباط بین ساختمون از بین میبریم تا کوین بفرستیم جایی که دلمون میخواد. بالون برای تست، یه دونه ریج برای کینگریف تا زیاد کر نریزه
اسپل ریز دیگه چون واقعا اینجا دمنزش وحشتناک زیاده رو کوینمون و خیلی میتونه کوینمون اذیت کنه. کینگ از اینجا با بیبی دراک تایپ ارتباط بین ساختمون از بین ببره. اسپل سمباس کوین یه ریز دیگه. متاسفانه ابیلیتی کوینمون رفت و واقعا دمنز روی کوین وحشتناک زیاد بود. اسپل فریز دیگه برای اینفرنو سینگل. همونطور به راحتی ارتباط بین ساختمون ها رو از بین بردیم و سمت ساعت 12 میایم هوگ ماینرمون رو شروع میکنیم. ماینر و همراه هوگ همراه ورالد چمپیون آسمون قدرت واردن رو اینجا نمیزنیم. جایی میزنیم که دمنز وحشتناک زیاد باشه. اونجا قدرت واردن رو زدم چون واقعا دمنز وحشتناک روی نیرامون زیاد بود و برای یه اسپل هیل هم اینجا استفاده میکنیم تا جون نیرامون زیاد بشه. یه اسپلی هم نگه میداریم تا به موقعش ازش استفاده کنیم. اسپل هیل هم اینجا استفاده میکنیم تا هوگامون بتونن این منطقه رو تمیز کنن. وار بریکر که نیاز نداشتیم چون مسیر کوینمون باز بود و همچنین که میبینید همچین مپ مکسی و فول مکسی به راحتی 3 ستار میشه. لاس ابیلیتی زدیم دوستان، لاس ابیلیتی. باخت باخت شهامت باخت ترکیب وود لایک و سابسکرایب لمنی. خود فقط از این ویدیو خوش اومد ویدیو لایک کنید، نظر انتقاد برام بنویسید و این ترکیبی که دوست دارید براتون ازش ویدیو بگیرم حتما برام کامنت کنید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.